بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد، سهراب رجبزاده، رهبر نشریات ارگراف، یکی از نشریه‌های بزرگترین تاجیکستان نیز در چارچوب پرونده پرسر و صدای کتاب حوادث روزگار من دستگیر شده است. منابع بامداد روز 11 اکتبر سال 2023 گفتند که سهراب رجبزاده علاکه قریب یکونیم ماه باز در حبس قرار دارد. نزدیکان رجبزاده و همکارانش در نشریات ارگراف اشاره این خبر خودداری کردند، ولی یکی از زیر دستانش اعتراف کرد که سهراب رجبزاده از پایان ماه آگوست به این طرف دیگر به جای کار نآمده است و حالا امور نشریات را اساسا معاون او پیش میبرد. مقامات حفظ حقوق از جمله داستان کل که تفتیش این پرونده پر سر و صدا را در دست دارد تا کنون بازداشت رهبر نشریات ارگراف را شرح ندادند. در پی مؤلف کتاب یادداشت‌های حوادث روزگار من، مدیر بیمارخانه ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده و محرر این کتاب نویسنده شناخته عبدالقادر رستم، سهراب رجبزاده اینک سومین نفر است که در چارچوب این پرونده حبس شده است. منابع بامداد میگویند رهبر نشریات ارگراف نیز مثل عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادر رستم بر اساس ماده 189 قسم 2 بند گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی، نژادی، ملی، محلگرایی یا دینی از جانب گروه شخصان یا گروه شخصان با مصلحت پیشکی عیبدار می شود. با آنها بر اساس این بند قانون همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند. این کتاب یادداشت‌های عبدالخلیل خالقزاده ماه مارس سال 2023 نشر و معرفی شد، ولی ماه ایون در شبکه‌های اجتماعی در اطراف این کتاب بحث گرمی برپا شد و برخی کاربران خالقزاده را به محلگرایی و پس زدن شأن و اعتبار نمایندگان منطقه‌های دیگر تاجیکستان عیبدار کردند. یک اتهام عمده به ضد مؤلف در کتابش جای دادن قصه جوانزن از خاولین بود که در سالهای 20 عصر 20 از حمله ارتش سرخ همراه شوهرش به افغانستان پناه برده و در آنجا از جانب یک قزلباشی محلی مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد. شام 31 آگوست کارمندان داستان کل محرر این کتاب جنجال برانگیز عبدالقادر رستم که در همان بیمارستان ابن سینا به حیث مدیر شعبه کادر کار کرد دستگیر کردند. یوسف رحمان داستان کل تاجیکستان روز 15 آگوست در نشست خبری تصدیق کرد که فرمان بازداشت عبدالخلیل خالقزاده را شخصا خود او داده است. او با ماده 189 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بازداشت شده است. من خودم دستور بازداشتش را دادم. به جای شکرگزاری از سیاست و شرایط به تنقید شدید آن تأخیر ملت تاجیک با جدا نمودن منطقه‌های گوناگون مملکت، به تأخیر نمودن نمایندگان محل‌های گوناگون مملکت، به کینه عداوت انداختن، اهالی تاجیکستان را جدا کردن، به مذهب‌های گوناگون، به دین‌های گوناگون و مقصد اساسی شور و غوغا انداختن، ناآرام و ناامن نمودن مملکت، فعالیتش را روانه نموده در کتابش حوادث روزگار من همه این مسئله ها را نوشته است. اصرار داشت یوسف رحمان. اما منتقدان و مخالفین حکومت پرونده کتاب حوادث روزگار من را حمله بی‌پرده به آزادی بیان که بینم در تاجیکستان خیلی محدود شده محکوم میکنند. به عقیده منتقدان سبب اصلی تعقیب مؤلف کتاب انتقادش از فضای امروزه کشور، به خصوص از فشار به سرمایه گذاران و صاحبکاران و به یک مریض فراگیر تبدیل یافتن فساد و کروپسیون در تاجیکستان است و قصه آن جوانزن تنها یک بهانه شد.